خیلی قدم زدم در ساعات مختلف روز تا اینجا اومدم و دیدم که رم دوربینم رو توی لپتاپ جا گذاشتم خونه. در نتیجه با سامسونگ A70 عکاسی میکنیم. تقریبا 7-8 ساله دارم این گوشی رو و لنزش هم فکر میکنم 8 مگاپیکسل باشه. عکسای خوبی باش میگیرم، دوست دارم عکسایی که با گوشی میگیرم. این ساختمونه بچه‌ها یکی از ساختمونه مورد علاقه منه توی خیابون مالیات. مهمترین چیز توی عکاسی که من رفته رفته فهمیدم و اوایل اصلا فکرشم نمی‌کردم که همچین چیزی اینقدر اهمیت داشته باشه و مهم باشه، این بود که شما لحظه‌ای که دارید عکس رو میگیرید قاب بندیتون باید به شکلی باشه که کمترین برش و حالا تغییر جهت یا زاویه رو توش بخواید بعداً با ابزارهای ادیت بدید. یعنی اون لحظه که دارید میگیرید عکس رو، قاب عکستون باید دقیقا اون چیزی باشه که خیلی نزدیکه به عکس نهایی. آره. باید خیلی سعی کنید تا بیاد دستتون که تغییرات و اون تنظیمات اصلی چجوری باشن که عکس مناسب به اشتراک گذاشتن از زاویه دید و نگاه شما باشه. خیلی سخته. توی دوربین یه مقداری نیاز به تمرین و تکرار داره این قضیه. یکی از جزئیات شهری که من خیلی بهش دقت میکنم این کاغذهایی که میچسبونم به در دیوار شهر و هم به فونتشون دقت میکنم راستش بخواین، هم به نویسنده، هم به اون ماجرا یا اون داستانی که روش گفته و خیلی برام جالبه. مثلا عکسای خیلی زیادی دارم از این. چه باحال اون داره. آبزو نمیخوای رفتم. سلام. سلام از من. وقت بخیر. آب معدنی از این نونای نازکان داری بیرون؟ آره هست بیرون. یه نون نازکی هم بده واسه 110 تومن. تنوک به اصطلاح. تنوک تیری. تیری آفرین. ما ترکا بهش میگن تنوک. نون تیری. نون تیری نازک. نه ایبر. نون تیری نازک. نون تیری نازک که پیر زنه میاره.
یکی از تمرین‌های عکاسی اون اوایل که شروع کرده بودم عکاسی کردم و حالا دقت کردم به اطرافم، پیدا کردن آدمک‌ها توی وسایل، توی اشیایی که اطرافمون هستن، اینکه چهره ها رو جستجو کنیم. ماجرای موتور برق هم یه چیز جدیدیه، قبلا بهش دقت نمی‌کردم، الان ولی اینقدر زیاد شده. خیلی باحاله. عمو سلام، میشه من یه عکس بگیرم؟ فیلم نبینی چه ریزه. بیا مرسی. ارزونه همون میخوام یه داشی
چنده؟ چشمگی برای چشمگی. نکته‌ای که خیلی مهمه توی عکاسی خیابونی اینه که شما بیشتر از اون که اجازه بگیرید برای عکس گرفتن توی خیابون باید اجازه نگیرید و این یک اسنایپر، این یک شکارچی که خف میکنه میره و یه جا قایم میشه و کارش رو انجام میده، کارتون رو انجام بدید و بیایید بیرون از ماجرا. چون خیلی آدما حین روزمرهشون توی ایران مخصوصا دوست ندارن که شما یه دوربینی سمتشون گرفته باشی و خیره بهشون یه عکسی رو ازشون بگیری و معمولا اجازه نمیدن، مگر اینکه در حال و مود و بالاخره فضای خوبی باشن. در نتیجه عکستون رو بگیرید و در برید. مهمترین چیز بعد از اینکه عکستون رو بگیرید و در برید اینه که عکستون به نحوی باشه که من خودم شخصا به این باور دارم اگر توی عکاسی شما عکسی رو بگیرید که باعث لطمه وارد شدن به حریم خصوصی اون آدم، حریم خصوصی از منظر اینکه مثلا بقیه بدونن این کجاست یا مثلا در حالت خاصی باشه، در شرایط خاصی باشه، به نظرم منطقی نیست. عکاسی کردن رو دوست دارم در شرایطی باشه که اگر اون آدم هم با عکسش مواجه شد دوستش داشته باشه و احساس راحت نبودن نکنه با اون عکس. خیلی وقتا هم شده مواجه شدم با آدمی که گفته خب این عکس منه، پاکش کن یا برش دار یا اصلا چرا گذاشتی و اوکی هم باهاش. ولی خب در مجموع همون که گفتم بیشتر سعی کنید که عکستون رو بگیرید و برید. اگر قراره که یک عکسی رو بگیرید که توضیح خاصی براش ندارید یا داستان خاصی از اون عکس رو نمیخواین بیان کنید، همون بگیرید و برید بهتره. ولی اگر داستانش رو تعریف کنید که ماجرا فرق باید برید با اون سوژه یا با اون چیزی که ازش میخواین عکاسی کنید ارتباط برقرار کنید، داستانش رو بدونید و خب در حالت خیلی آسوده و راحتی عکستون رو بگیرید و خلاص. چقدر جالبه.
این کارم کار اشتباهیه، اینکه شما یه عکس بگیرید و بلا فاصله نگاش کنید. کلمه انگلیسیشو یادم نمیاد. گربه شیرازی